این زن از درد و الم و ضرب و لطش شوهرش گریه میکند. میگوید که بعد از تهدید به کشتن او مجبور شد با 4 فرزند از خانه شوهر فرار کند. حالا جای برای رفتن ندارد. گلرفتار نازیمووا 47 ساله است. میگوید که زورآوری و خشونت در خانواده دل او و روان فرزندانش را شکسته است. او میگوید 16 سال این همه را طاقت کرد به امیدی که روز زندگیش تغییر میکند. یک تا دوستم میگفتن برو نه اچم دادن برو یک تا داد تنک اچ اولی ساز میشه اولی 3-4 گلک نمشش به گلکش میشه ساز میشه اینا میشه میخسته تو دختری دنیا را کرده دردی سر. او 10 ماه باز از لط و کوب خلاص شده است. بعد از فرار و دربدری گلرفتار در جماعت آریانا سرپناهی موقتی یافت. مثلا اینجای رفتار نداره بیچاره، مثلا اینجا و اونجا من خونه را مثلا وزیرش که خالی بدن گفتم خیلی تو اومدن یکمه خونه یکمه تو اومدن یکمه مثال بیاید همینجا بیسته. مقامات در جماعت زرگری ناحیه کوشانیان از حال گلرفتار آگاهند. بعد هر مراجعت و دادخواهی این زن از پلیس و مسئولین دیگر خشونت و زورآوری نسبتش برعکس بیشتر شده است. هیچ کنه میترس میگه لیستش خودش کیه او چسکوی اومده حال هر گپش گفت خونه همی 4 تا فرزند داره گیجا میره تو خاب کرد او چسکوی برف اینا دختره که گپ زنه گیج خیلی بکر در خونه همه دختر اومده رو خدمت بین حالی خو کردم کور چرا دقیق. عبدالصمد نازیموف شوهر گلرفتار برعکس از رفتار همسرش شکایت میکند. او در صحبت تلفنی با ما گفت که به احترامی همسر و به اجازه او تلفن خریدنش شبهناک است. ما همین را باوری ندارم به اجازه که من که تلفن میگیرم من نمیدونم که با کی گپ میزنه اون این نمره کیان من نمیدونم خوبش که اینا در صورت بکید جیدو کنن. گلرفتار از مقامات انتظامی و اداره کار با عائله ولایت ختلان می‌خواهد برای پایان یافتن آزار و اذیت او که سالها باز ادامه دارد و سبب آوارگی و پراکنده شدن فرزندان شده است مدد کنند. گریه میرن دختره کم اچھا میگم بگوی خیلی نگه آخی ای داده ای مسلمان نمیدونم گیجا مراجعت کنم هیچی نمیدونم گیجا رفتن من نمیدونم. یک فرزند گلرفتار در خانه پدر و 3 فرزند دیگرش همراه او مانده اند که پرستاری آنها برای زنی که جای کار ندارد مشکل بوده است. در ختلان خشونت خانوادگی موضوع نو نیست. 10 نفر به سازمان‌های اجتماعی در پیوند به پیشگیری از خشونت خانوادگی مراجعت کردند. در 1 سال اخیر 100 مورد خشونت و زورآوری در خانواده‌ها ثبت شده است که اکثراً زنان مورد زورآوری جسمانی و روانی و گاه شهوانی قرار گرفتند. موردهای به خشونت دچار شدن مردها نیز جای داشته است. این روند مخصوصاً در دوره پاندمی در پی بیکار ماندن مردان بیشتر ثبت شده است.